بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، موضوع امروزه ما درباره زندگی نامه صحابگان گرامی قدر و تابعین با قرآن کریم است و خاصتا در این ماه مبارک رمضان. امام زهری یک قول زیبا دارند که ماه مبارک رمضان ماه تلاوت قرآن است و ماه افطار است که نفران روزدار را افطار کناندن. دوستان عزیز، معنای زیبا دارد که در این ماه می شود که حیات خود را ما با قرآن سپری کنیم، زیرا گذشتگان ما با چنین عمل روزگار خود را، سعادت خود را پیدا کرده بودند. و می بینیم که قول زیبایی که امام مالک دارند و می فرمایند که لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. آخر این امت روشنایی را، اصلاح را پیدا نمی کند مگر اینکه با اول این امت پیروی کند. یعنی اگر ما خواهیم که در این دنیا سعادتمندی را پیدا کنیم و در آخرت، باید که از گذشتگان خود خبر داشته باشیم و آنچنانی که آنها زندگی خود را سپری کردند با قرآن، با دین خداوند، اگر ما چنین زندگی را در حیات خود تطبیق کنیم، حتما که سعادت این دنیا را پیدا خواهیم کرد. و ببینیم که گذشتگان ما با قرآن چگونه رفتار داشتند، چگونه با قرآن زندگانی میکردند. روایت است از امام شافعی که امام در ماه مبارک رمضان 60 مرتبه قرآن را ختم میکردند و بجز از آن که در نمازها باز قرائت میکردند. دوستان گرامی قدر، ببینیم که گذشتگان ما، صحابگان و تابعین و تبع تابعین، چگونه با قرآن رفتار داشتند، چگونه قرآن را احترام داشتند، چگونه با قرآن حیات خود را سپری میکردند. این چنین حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است درباره فضیلت قرآن، خواندن قرآن، که امام بخاری روایت میکند که پیامبر خدا فرمودند خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما نفر است که قرآن را خود می آموزد و به دیگران می آموزاند. دوستان گرامی قدر، از این قصه ها می شود برداشت که در این ماه و در غیر این ماه هم باید کوشش کنیم که از کتاب الله یک بهره بگیریم، در زندگی خود استفاده کنیم. کوشش کنیم که بدانیم که در این کتاب چی امری از جانب خداوند برای ما شدگی است و چی نهی از جانب خداوند در زندگی خود. اگر به این فرموده های قرآنی ما زندگی خود را سپری کنیم، حتما که سربلند خواهیم شد. عبدالله ابن عون زیبا می فرمایند به سوی برادران خود که دوست می دارم که 3 چیز در حیات شما دیده شود. یکی از این لزوم جماعت است که شما با جماعت باشید، از جماعت بیرون نگردید. دوم این بود که می گوید من دوست می دارم که شما دائم زبان شما با تلاوت قرآن تر باشد، چه شب چه روز، هر زمان هر وقت میخواهم که شما در زندگی خود قرآن را زیاد تلاوت کنید. و این چنین میگوید من دوست میدارم که شما مسلمانی باشید که از دست شما دیگر مسلمان اذیت نیابد. دوستان گرامی قدر، کوشش کنیم که این حیات گذشتگان خود را در خود تطبیق کنیم، از حیات اینها بخونیم تا راه سعادتی که اینها پیدا کردن ما هم پیدا کنیم. با امید این که خداوند طاعات ما را در این ماه مبارک قبول بفرماید. الله مهربان همه شما را نگهبان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.